LSC، مهارت هایی که هر انسانی در هر سنی و در هر جایگاهی به اونها نیاز داره. LSC یعنی Life Skills Coaching، از 3 کلمه Life یعنی زندگی، Skills یعنی مهارت ها، Coaching یعنی مربیگری تشکیل شده و قرار هست که در دوره‌های LSC مهارت‌هایی رو یاد بگیریم که در واقع در زندگی ما تأثیر بسزایی دارن. من مهدی جلالی، مدرس و مشاور LSC، قرار هست که امروز 0 تا 100 LSC رو خدمت شما عزیزان بگم. برای اینکه به یه فرد حرفه‌ای در LSC تبدیل بشید و به یک مربی خیلی خوب تبدیل شید و جایگاهی برسی که بتونی خودت کارآموزهایی در این سطح داشته باشی، باید 3 مرحله رو بگذرونید. مرحله اول مرحله آغازین و مبتدی هست که در واقع 4 مهارت از 10 مهارت LSC توی این قسمت تدریس میشه. مهارت اول روی خودآگاهی انسان کار میشه، روی خودشناسی انسان کار میشه، چون که خودآگاهی و خودشناسی مادر تمامی مهارت‌های در واقع LSC هست و اگر کسی خودشناسی و خودآگاهی نداشته باشه اصلا نمیتونه به مراحل بعد برسه. مرحله بعد مرحله اعتماد به نفس هست، یعنی شما پس از اینکه به خودشناسی رسیدی حالا بیای اعتماد به نفس خودت رو تقویت می‌کنی. در پله سوم بعد از تقویت اعتماد به نفس شما میرسی به مدیریت هیجانات. در مدیریت هیجانات به شما گفته میشه که در واقع نباید هیجانات خودت رو کنترل کنی. کنترل یعنی این که من هیجانات خودم رو در واقع سرکوب کنم، جلوی خشم خودم رو بگیرم، جلوی شادی خودم رو بگیرم. در مدیریت هیجانات نمیخواد کنترل کنی، باید مدیریت کنی. یعنی خشم خودت رو یک جا باید جلوش رو بگیری، نه اینکه سرکوب کنی. جلوی خشم خودت رو بگیری و در جای درست و موقعیت درستش بروز بدی. شادی خودت رو نباید سرکوب کنی و جلوش رو بگیری، در جای مناسب خودش بروز بدی و در واقع داره میگه که در مدیریت هیجانات تمامی هیجانات در واقع نیاز انسان هست و باید وجود داشته باشن. و آخرین مهارتی که در واقع در LSC مبتدی به شما آموزش داده میشه فن بیان هست. مهارت پرطرفداری که همه انسان‌ها به اون نیاز دارن و برای اینکه چه توی جمع صحبت کنن چه با یک فردی ارتباط بگیرن نیاز به فن بیان دارن. اما اگر کسی اعتماد به نفس و خودشناسی خودش رو کامل نکرده باشه به هیچ وجه نمیتونه فن بیان خوبی داشته باشه. پس مهارت خودشناسی و اعتماد به نفس پیش نیاز فن بیان شما است. بعد از اینکه به خوبی تونستی در واقع مرحله مبتدی رو پشت سر بذاری، وارد مرحله آماتور میشی. اینجا هست که یه مقدار مهارت‌های در واقع عمیق‌تری به شما آموزش داده خواهد شد. مهارت اولی که توی سطح آماتور یاد میگیری حل مسئله هست. در حل مسئله میگه که در واقع ما وقتی به یک مشکل در میخوریم نباید اسم مشکل یا چالش رو روش بذاریم، باید اسم مسئله رو بذاریم و هر مسئله هم یک راه حلی داره. پس با این شکل تمام مشکلات ما تبدیل به مسئله شده و بعد راه‌های خودش رو داره که ما این راه‌ها رو توی دوره LSC به شما آموزش میدیم. و اما مرحله بعد قرار هست که تفکر نقاد رو در مهارت 5 LSC آموزش بدیم. یاد میگیری که اصلا مغالطه چیه و چه کسایی دارن اخبار دروغ رو به تو میگن و چطور اخبار صحیح رو از دروغ غربال کنی و جدا کنی. در واقع کسی که تفکر نقاد بلد باشه کمتر دروغ میخوره، چه در خرید کردن، چه در فروختن املاک، چه در معاملات مختلف توی زندگیش، چه در هر ارتباط دیگه‌ای که با انسان‌هایی داره که امکان داره انسان‌های کلاهبرداری باشن، با تفکر نقاد میتونه مقابله کنه با اونها. مهارت بعدی که به شما آموزش داده میشه در دوره آماتور خلاقیت هست. توی خلاقیت میاد میگه که شما برای اینکه موفق بشید باید متمایز بشید و برای اینکه متمایز بشید باید از خودت خلاقیت نشون بدی و نشون بدی که تو چقدر فرد مناسبی هستی که
از بقیه میتونی جلو بزنی و تفاوت‌های تو رو میاد بلندتر میکنه و تو رو متفاوت نشون میده. مثل هنرمندانی که هر کدوم سبک خودشون دارن، شما هم یاد میگیرید که در زندگیتون سبک خودتون رو داشته باشید. آخرین مهارت سطح آماتور مهارتی هست که به شدت مناسب افرادی هست که در حال تحصیل هستن، دانش آموز هستن، دانشجو هستن، اهل مطالعه هستن، اهل کتاب هستن، میخوان ارشد بخونن، میخوان دکترا بخونن و نیاز به مطالعه دارن. در واقع مهارت آخر سطح آماتور مهارت مطالعه مؤثر هست. توی این مهارت یاد میگیرید که چگونه بهتر بخوانید، چگونه در زمان کمتری حجم بیشتری از مطالب رو بتونید بخونید. بارها شده که یه سری مطالب رو خوندیم، ما بعد از یه هفته 2 هفته کاملا فراموش کردیم. اینجا یاد میگیریم که حافظمون رو قوی‌تر نگه داریم و مطالب رو بهتر به ذهن بسپاریم. در سطح بعدی پس از اینکه 8 مهارت رو ما پشت سر گذاشتیم در سطح مبتدی و آماتور، به سطح مربیگری و سطح حرفه‌ای میرسیم. 2 تا مهارت کلیدی و پرطرفدار رو توی این در واقع سطح گذاشتیم. توی سطح حرفه‌ای یا مربیگری شما هوش مالی رو یاد میگیرید. هوش مالی میاد بهت که فرق پس‌انداز با سرمایه‌گذاری چیه؟ من چطور سرمایه گذاری کنم؟ کجا سرمایه گذاری کنم؟ چطور بهتر پس‌انداز کنم؟ چطور درآمدم رو افزایش بدم؟ چطور زمانی که حتی درآمد ندارم به درآمد برسم؟ این یعنی هوش مالی. و اما در مرحله آخر شما مدیریت رو یاد میگیرید. مدیریت از خود فرد شروع میشه، یعنی اول برنامه‌ریزی به شما آموزش داده میشه که بتونید زندگی فردی خودتون رو مدیریت کنید. بعد از اون مدیریت افراد، گروه، تیم و در واقع اسم این مهارت مدیریت و رهبری هست که شامل برنامه‌ریزی اینجور موارد هم خواهد شد. در نهایت بعد از اینکه شما دوره LSC رو گذرونید و این 10 مهارت رو یاد گرفتید، میتونید درخواست مدرک بدید و اون زمان شما آزمون میدید و مدرکتون رو میگیرید. یک مدرک معتبر به عنوان مربی LSC یعنی Life Skills Coaching. اما از بابت کار، بعد از اینکه شما دوره رو گذروندید و آزمون رو دادید، پس از اینکه قبول شدید و شرایطش رو داشتید، میتونید به عنوان پشتیبان مدرس و به عنوان یکی از مربی‌های LSC ما در کنار تیم ما باشید. اگر تو هم دوست داری که به تیم مشاور پرو بپیوندی و در کنار من مهدی جلالی به عنوان یک مربی کار کنی و در واقع مهارت‌های خودت رو اول افزایش بدی و بعد به سطح مربی برسی، میتونی از طریق لینک هایی که اون زیر میذارم تو کپشن بیشتر با ما آشنا بشی و هر سوالی که داشتی بپرسی. موفق و پیروز باشید.